امروز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه خاولینگ از نمایش محصولات کشاورزی دیدن نموده با جریان پرورش زراعت در کوآپراتیو تجارتی سروشیک در دهه دورابی دهات جانبخت شناس شدند. در نمایشگاه محصولات کشاورزی نتیجه مهنت ساکنان، خواجگی‌های دهقانی و دیگر زحمتکشان ناحیه خاولینگ به طور گسترده معرفی کرده شد. صحرا کار میکنم زمین شدگار میکنم در صحرا کار میکنم زمین شدگار میکنم ای سحر تا سری شب خدمت یار میکنم خدمت یار میکنم خدمت یار میکنم فیضیم بار از من است گنجی بازار از من است شادی علی عیال ذوق دیدار از من است ذوق دیدار از من است ذوق دیدار از من است بانوی خانه منم گلی یگانه منم بانوی خانه منم گلی یگانه منم بوجه جانی من برو جانانه منم برو جانانه منم برو جانانه منم پیرو برنا مرد و زن در عشقی وطن پیرو برنا مرد و زن در عشقی وطن همه یک جای شویم جان به جانو تن بتن 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 سلامت باشید. سرانده یک جان تشکر. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه ذکر شد که تامین امنیت یوزقاوری یکی از 4 هدف استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان محسوب یافته، سهم زحمتکشان ناحیه خاولینگ نیز در راه رسیدن به این هدف عالی نظررس می باشد. کشاورزی یکی از ساحه‌های کلیدی امنیت یوزقاوری به شمار می رود. امسال کشاورزان ناحیه هم کوشش به خرج دادند که تمامی قیده‌های زمینی که در اختیار داشتند با پررگی و ثمرانک استفاده نمایند. در ناحیه این سال با کشت کارتوشک اهمیت ضروری داده شده. تامینات بازارهای داخلی و بیرونی مملکت با کارتوشک خودی تامین می‌گردد. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه نمونه ها از محصولات گوناگون استحصالی را که از میدان های کشتزار این منطقه دلفریب و دارای طبیعت ناتکرار دیار گردآوری گردیده است به معرض گذاشتند. کشاورزان ناحیه خاولینگ در زمینه دستور و هدایت های سرور دولت در سمت استفاده پرثمر زمین در میدان 8161 هکتار کشت تیرماهی و بهاری را در اساس مصلحت متخصصان و انتخاب تخمی های بلندصفت انجام دادند که از این حساب حاصل دلخواه به دست آوردند. اثنای بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از دسترنج کشاورزان ناحیه خاولینگ ذکر گردید که مهنتکشان ناحیه سال روان 751 تن کارتوشک، 146 تن سبزوات، 302 تن گوشت، 1709 تن شیر، 2.6 تن پیله، زیاده از 7276 تن خوراک درشت چاروا به دست آوردند و جمع‌آوری حاصل فعلا نیز ادامه دارد. ناحیه خاولینگ با میوه های خوش‌طعم و لذیذ و عسل طبیعی از جهت اکولوژی تازه و طبابتیش نیز امروز هم در داخل و هم در خارج شهرت زیاد دارد. فعلا در ناحیه مساحت باغ‌ها به 3042 هکتار میرسد که از این 87 هکتارش تاکزار می باشد. باغ پروران ناحیه سال گذشته از 1603
130 گکتار میدان باغات حاصلده 6000 تن میوه استحصال و پیشنهاد ساکنان کردند. اهل زحمت ناحیه در زمینه تدبیرها در سمت استفاده پرثمر تل و تپه های حدود ناحیه همساله میدان باغات را وسیع میکنند و سال روان 137 گکتار باغ نو بنیاد کردند. هنگام بازدید سرور دولت محترم امام علی رحمان از دسترنج زنبور عسل پروران ذکر گردید که شماره اویله های زنبور عسل در ناحیه به 4143 عدد میرسد و همساله تا 60 تن عسل خوش صفت استحصال می‌گردد. سال روان زنبور عسل پروران 37 تن عسل به دست آوردند و نیت دارند که با گردآوری پوره محصولات این نشانداد را تا به 70 تن رسانند. امروز در نمایشگاه خواجگی جنگل به نام سید احمد کریمов محصولات ساحه جنگل همه نمودش شروع پیشکشی تماشابینان گردانده است که های شفابخش از آن جمله تیار نمودن محصولات صنعتی کشاورزی در نزد خواجگی تشکیل کرده شده است و مرادی تماشا گذاشته شده است و غیر از این در خواجگی جنگل به نام سید احمد کریم نوای خالیم 200 اویل زنبور عسل است که امروز در نمایشگاه همه نمود محصولات زنبور پران رو پیشکشی تماشابینان گردانده است. طی سالهای اخیر به رشد ماهی پروری نیز در ناحیه خوالینگ توجه زیاد گردیده فعلا در 6 گکتار حوض پرورش ماهی های سزن، گل ماهی و غیره به راه مانده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با نوع ماهی هایی که از جانب خواجگی دهقانی مهرنگار در نمایش به معرض گذاشته شده بود به مسئولین جهت باز هم ترقی دادن این ساحه و افزون نمودن استحصال محصولات ماهی دستور دادند. در نمایشگاه همچنین چاروای خوشزاد به معرض گذاشته شد و ذکر رفت که دوام 3 سال اخیر سرشمار چاروای کلان در ناحیه خوالینگ به 23390 و مال میده به 34298 سر برابر گردیده است. پیشوای ملت ضمن بازدید از گوشه چاروای خوشزاد در این نمایشگاه با توجه خاصه به پرورش چاروای خوشزاد خرد و کلان دستور دادند که سرشمار ذات‌های منفعت آور افزون و پرورش آن در ناحیه وسیع براه مانده شود. ضمن بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از کооپراتیو تجارتی سروشیک ناحیه خوالینگ اطلاع داده شد که خواجگی سال 1994 در میدان 5 گکتار زمین تأسیس یافته فعلا دارای 21 گکتار زمین می باشد. از میدان عمومی زمین های کооپراتیو 10 گکتارش آبی، 9 گکتار للمی و 2 گکتار دیگر را چراگاه در بر میگیرد. زحمتکشان کооپراتیو تجارتی سروشیک ناحیه خوالینگ اصلا به زراعتکاری و باغ پروری مشغول بوده. سال روان در میدان 5 گکتار کارتوش کش کردند که فعلا نشو و نمای خوب دارد و امید است که تا 300 سنتنری حاصل به دست آورده شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای بازدید از رفت پرورش سبزوات گوناگون در این کооپراتیو جهت استفاده پرثمر زمین، کشت و پرورش زراعت با آب و اقلیم ناحیه موافق و انتخاب تخمی های سرحاصل به خواجگیداران دستور و مصلحت های سودمند دادند. ذکر گردید که مهنتکشان این کооپراتیو در کشت و پرورش دیگر نوع زراعت از جمله گندم، پیاز، زراعت های تکنیکی، پالیزی و باغ پروری نیز تجربه خوب دارند. در کооپراتیو زیاده از 10 نفر با جای کار تأمین می باشد. راهبر دولت ضمن بازدید از نمایشگاه کشاورزی و شناسایی با رفت کشت و پرورش سبزوات در کооپراتیو تجارتی سروشیک ناحیه خوالینگ مسئولین را جهت باز هم بالا بردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و استفاده پرثمر و مقصدناک زمین های کارم وظیفه‌دار نمودند.